إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نام حضار محترم، از نام عزیزا و بزرگایی که در این محفل خیر شرکت دارن، ایشان قاری علی جان، پدرشون بابای حاجی عبدالرحمن، خدای محترم حضرت را به خاطر تجلیل سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم محفل عقیقه تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن رو داریم که این طفلکی را که امروز سبب خوشنودی تمام خاندان است، سبب خوشنودی مهمانان است، علم و معرفت نصیب گردانه که سبب خوشنودی تمام مسلمانای این دیار بلکه تمام مسلمانای جهان گردد. انشاءالله امیدم داریم که حاصل ده قاری پدر قاری مادر قاری به یقین فرزندای خوب صالح و نامور خواهم باشد. ماشاءالله. یک سوال آخرون گفته است که من از یوتیوب استفاده میبرم، یک کانال درویش تیجی دارم، در او مثال همیشه شما را مثال میمونم خیلی پول کار میکنم. همین آدم ایرا بلاگر میگن، چی میگن خیلی بوده است. آیا این جایز است یا نه؟ اصلا هر کاری که بکنی مقدمه حرام نباشه، با حرام و بستگی نباشه، ایشون رو جایز است شریعت. همه هر چیزی را که انسان اصلا اختراع میکنه ببینه ده جنبه داره. هر چیزی باشه، کمان اختراع کردن با کمان شکار کرده میشود، نفقه روزگار را تامین کرده میشود، با کمان ملک دیار را میتونی که حفظ کنی، اما با کمان انسان را کشته میشود. وابسته به او که در چی استفادهش میبری. همین کار دا ببینه، کار قطعی مثلا زن این بچه تمامی کارهای روزگار را انجام میده، امکان داره که با کار زن یک کس هلاک کنه. برای هر چیزی که انسان اختراع میکنه ده جنبه داره. اگر برای خوب خیر استفادهش کردی انشاءالله اجر و ثواب میگیری، حلال درسته. نه که در راه بد استفادهش بودی البته که رهبر میشه، این جای شک شبهه نداره. به اون مقصد اساسی سوال کردن اینه که همچون وای حقی معلف گفته شده. مثلا او مسئله جایزیشه برای او پرسیده که یعنی مثلا اگر شما هر وقتی که رخصت نداده باشید آیا مثلا موافقی همیشه حق تعریفی و حق ندارن که همین شروع شد. مثلا اگر شما در عموم اگر اجازه داده باشید در عموم در کسی هم دیگه هر کسی که همین را برای بعضی کتابا میشه که مثلا اون مؤلف کتاب میگه که اگر کسی به خاطر خدا همین کتاب ما را چاپ میکنه، ترجمه میکنه، میفروشه، اجازه داره. بعضی مؤلفی هست که وای حق اجازه نمیده، وای حق تالیفش باید حق قلم چند فایده باید برگردانده شود. مقصد سوالگرنده همینه که یعنی همچون تالیفات شما من استفاده میبرم، استفاده میکنم، پول کار میکنم از همینجا شما در عموم اجازه داده یا که مثلا بعضی من مثلا حق دارم که همین روای کنم. برکت بیاری. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه چی بسا شخصایی هستند که علم از یک کسی دیگر میگیرن اما فایده و منفعت برای مسلمان‌ها از اون صاحب علم بیشتر از زیادتر است. اصلا این برادر من نمیشناسم، خدا راستی نمیدونم، اما هر کاری خیر است ما ضد نیستیم. ما هیچ وقت مقصد که سخن خدا را به خاطر حقوق مبلغ نگفتیم، نمیگیم. هر کسی چی امکانی داره، هر کس چی هنری داره در اسلام باید نشان بده. اصل گپ همیه. چی هنری داری همین سعی که یک فایده و منفعت به اسلام و مسلمان‌ها برسه، لا اقل فایده و منفعت نمیرسه، زیان و ضرر درسه. همین را مردیه ان شاء الله. یک خواهر اسلامی بعد سلام و بخشش بسیار گفته است که شوهرم بسیار وقت مست میره به خانه، انا با زنها زنا میکنم، به همین من زندگی کنم یا نه؟ گفته است ما را لط و کوب میکند. آیا با این گونه شوهر زندگی کردن جایز است؟ التماس جوابش را گردانید. چند سال بود اصلا زندگی میکرد؟ نه گفته است، همین قبول است که اصلا شوهرم الاخره زناگره
میای بولت کوبو میکنه آیا با زنهای بگونه زینا میکنه آیا من به همین زندگی کنم یعنی اصلا همی در نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم همی کفر تأکید کرده است تخیر لنطفکم وانکحوا الاکفاء حضرت میگه برای امو نطفاتو برای تخمتون مقصد که زمین خوب اختیار کنی و وقتی که نکاح میکنه زن بگیره کوشش کنه که هم کفوی خودتون بگیره هم کف بگیره هیچ وقت مردی فاسق و فاجر با زن صالحه هم کف شده نمیتونه اینجا عیب بیشتر از هم پدر و مادرها هست که اهمیت نمیتن ای خیلی کار داره و دکان داره و تجارت داره و فلان داره گفته این نگاه نمیکنه که اوی همی مستقیم بنده خدا هست نیست و چی کار بول مشغول عبادت چم میکنه نمیکنه همین طرف مسئله دینیش اهمیت نمیتیم و بعضی بیچاره همتری در عذاب و در مشقت میغلطن عیب اساسی را من در همین میدونم که شاید در وقت پدر و مادر نگاه نکردن که در کی میتن عیب دویم همیشه در زنه اول زن و آخر زن و آنگه زن مرد اگر زن همت داشته باشه اگر همین سعی داشته باشه اگر بخواهد که مرد اصلاح کنه با خدا قسم خداوند تمام شرایط امکان براش فراهم می‌کنه خاک نمیکنه مرد که کنه خواهش کردن در کار نیست اصلاحش کردن میتونه یک زن پیش یک حکیم اومد تو همه شوهرم دردی سرای همین گیزله حقورت میکنه گپی خوب نمیزنه این کلی آوگوشی میکنه روز ندارم خطیش چیکار کنم همه را یک گرمیش نمیکنی گرمیش دهن شبان با این هم نمیگه که خیلی دهن بند گرمی رو ایچ رو اسلام میسته بودن به حکمت و به عقل است میگه میکنم من که شرطاش بسیار از بینه میگه چیکار کنم هر شرطی بفرمی اجرا میکنم میگه از موی یولی شیر نر یول داره کو یک چند خیلش در کره روی دهنی او را بستن گرمی کردن فقط ای شیر زنده ای که در طبیعت های در ایزوپر نمیشه ای طبیعت نمون مقصد که او میره اون مرغزارو آفریقا مقصد همون شیره شکر میگیری موی شیر زنده نوبسته بگی بیار ایشالو اون طرف تنیمه این زنک سراغ میکنه میره و همه بیشه یک شیر داشته است خطی همون شکرچوی اگر میزنه که چخیل کنم که همه شیر رو مقصدی چیم نگم گفتن همه شکم سیر باشه هیچی نمیگم تو کوشش که همه شیر شکمش داریم سیر باشه یعنی هر روز همه بزه یک گوسپند میکشته میبرده همونجا میمونده است خودش بروی درخت میبرده شیر میومده است همون را میخورده میرسیده اومخته شده است دیگه شیر همون ساعتی که همین زنک میوید کو دیگه همون انتظار میایستاده است که کی همین میوید بعدی چند مدت دیگه همین قضیه نزدیک میشود که میخوره در پیش شیر میسته شیر همون خوراک خورده است هیچ نمیگه یه روز دست شد روز میکنه سیلش میکنه که آرام ما همین یه روز استفاده میبره فرصت قیچی بوده دست قطعش چند مورا میبره و با یک خرسندی و شدی دوام میاد پیش همین حکیم این حضرت این گفتگی تا اجرا کردم تو را مردک شو که اجرا کن این شیر زنده آوردم و میگه خواهر همین شوی تو قدی همون شیری نرگیز داره دیگه بودیم یک شیری و شیره که آدم هم میخره دیل شیفتی اخیر هیچی نگفت حتی مو شبریدی گرفتی آوردی نگوهم یک شورت دلوش نرای ایزان خیلی چیزا و بستگی داره ولی می نولن دعوا میکنن الا شوهان و زن گرفت فلان کرد آخه تو زنی حقیقیش شد یادی زن نمیکنه زنی حقیقی باش خراکک شب پس نزد خونش داد و فیغان نکه هر وقتی اومد تبسم قطعی قبولش که با تبسم گسیلش که از برای خدا اگر همی تو زنی حقیقی شای هرگز همی شوهری تو ارزوی زنی دیگه نمیکنه خودشو میلنگن این همی پاوت میتنه بعد شکایت عرضی داد و فلان و بسم الله یقین است اگر همی زن واقعا اگر همی زن غیره داشته باشه سعی تلاش داشته باشه علاجی نداره که شوهر به او عاشق نشود همین پود سرس و مشینه через ژلودок میگن روز همین شکمباش سر که خراک دل خوش در وقتش بیار اما چند نجکنش در وقتی هم خراک خرید آروم باش اهم زنای صحابت یک تعلیم بگیره از برای خدا تمام زینت شونه در پیش ایشوشو میکردن همون چلوهای طلایی و گوشبرهای طلایی و گردنبندهای طلایی را در نزد شوهر استفاده میکردن در توی تماشای بگناهانه همش
گوشپورا نمیکنه که یکی خوب میرم نشکنه ایروی حیف در اینجا گردنبال نمیکنم کی میبینش تو برای مردم گرفته یا برای شوتا در پیش شوت خطا زینت بته شوکی اومد خشبوک خطا خشروک دیل کشک که همه ببیند حواسش کنه او بیچاره اون مردک میویه خونه زنش میاد بوی اوغل کرده است گو توزه کرده است بیچاره و گو جوشیده است خود زنکای بگونه را میبینه همکاروش را میبینه همش عطر اوپا زدگی گوی خشبو میکنن البته که باید حواسش هر سه میره از زن بسیار چیزا وابستگی دارد زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه آقای زنکی خوب باشه صالحه باشه پارسا باشه بخدا قسم همین مردی درویش پادشاه میکنه همون مردک هم شکرانه نعمتی پروردگار میکنه بخدا قسم پادشاه ها احتیاج به همین زن بسیار چیزا وابسته اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیمش داره حتی پدر و مادرش نداره انا لا عقل چخیلی که پدر و مادر احترام میکنه شوهر احترام کنه پدر و مادر شوهر احترام کنه انشالله در زندگیشو یگون مشکلی نمیشه خیلی بعضا یگون زندگی به نشه به فراز نمیشه به شکست تاریخ نمیشه یک هم بود یک میشه اما حل شونده کویو دویدن گسله تو کادونه به شرطی که زن اگر بخواه قصد داشته باشه انشالله همین مردی درویش پاچو میکنه چی برسه به اینکه یک اوبوش اصلاح کنه یک الکگولیک اصلاح کنه میتونم به خدا قسم حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد هنوز در یثرب بود در شهر مدینه منوره ایمان آورد حتی شوهرش میگه قهر کرد مالک ابن انس داره شوهرش قهر مالک ابن نضر قهر کرد اومد برفت دیگه هم تا بینام نشان گم شد رفت میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه تخلصش ابو طلحه حضرت بسیار صاحب جمال با دولت بسیار حکیم و با سواد و با علم شخصی محترم بود نزدش آمد گفت یا ام سلیم را نمیگیری گفت میگیرم لیکن تو با فکر که اما مهریه را داده نمیتونی گفت به خدا قسم جان نمیتون برای تو مهریه را گپای من این وقتش عاشقی تو مقصد همین روزی باشی هر مهری بفرمی بفرم ای دختری کتر مهری زیادتون میتون گفت مهریه من کلمه شهادتی تو این همین کلمه شهادت هم میگیرم مولی دنیا در کارم نیست و بینه شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شده نبود امی زن مسلمان کرد باز چی مسلمانه یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوید تمام مسلمان ها میشناسنش برای همه ایزان بسیار چیزا وابسته است خداوند بخت اقبال به طریق خواهر و خیلی که کاری شدگی شید شاید گمان میکنم که یک سال و دو سال قطعی او زندگی نداره اگر به شرطی که سعی کنه و همون شوهر اصلاح کنه انشالله جهاد در راه حق کرده است اون مقصدش که همون زینای کام یگون چی نداره در نکاح میگه مشکل اینجا که همین زینوکار مردم دو طایفه میشود زینوکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونن کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره اسلام خارج میشود او از زنش طلاق میشود یه جای گپ نیست اما اکثر زینوکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن متاسفانه دست به همین کار میزنن شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق ولی ما نمیتونیم بگیم که این نظر شریعت که هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است میگه قول علمای متقدم علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلدار زنا کنه زنش طلاق میشود اما میگم متأخرا در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود خود امام قرطبی میگه که نزد من اما قول علمای پیشینه علمای سلف میگم محمودتر است اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است عادتا برای وقتی سوال میکنن ما میگیم شد است طلاق برای که مردم ای طلاق میترسن ای گناه کبیره نمیترسن و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن میترسن
نه که بگوی که طلاق نمیشه و گناه کبیره میشه در قصهش نیسته. در صورتی که اخی خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. مردم که عقل فراسد ندارن، حضرت میگفت کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه.